در شهر دوشنبه از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی سینا رقم 2 حین عملیات ضد سطر نیلوفر رجبова خواهر روزنامه‌نگار شهرت رحمت الله را با 4 خانم دیگر بازداشت نموده با خود برده ساعتهای طولانی مورد تضییق و فشار و تحقیر قرار دادند. از دقایق اول بازداشت بانوان تا چند مدت بودنشان در داخل شعبه ثبت صدایی و ویدیویی این بازداشت در اختیار پیام قرار گرفت. در دقایق اول بازداشت که در کوچه ثبت شده است، یک زن که بعدتر خود را مدیر شعبه کار با زنان و عائله معرفی میکند اما معلوم نیست کدام ناحیه، به بازداشت شده میگوید که ما گروهی کاری عاید به فرهنگ بیگانه هستیم. اینجا شنید ما شتاب داریم، به شما کمی صحبت میکنیم. حالا توجه کنید به سوال جواب نیلوفر رجبova با کارمندان مقامات. ما دیدیم گروه کاری عاید فرهنگ بیگانه فرستادیم. یا دفعه قصدم هم صحبت میشیم. اینجا داشتیم ما هستیم ما شتاب داریم. بیا. نام جواب زنیم. برای ممکن است کارمند ارگان تفتیش کردن نیست. کامیاب و نیابور دیگه. ابله ورانو هایدارانه مدیر شعبه کار بزنم و اویلا. افاجانی ما. یادم چیزم میپرسم نامزم با دکتر اکش تاجم با شاکی پتن. چیزی نپتن. اقتصاد داریم بعضیش نیست. هم چی میشن بریم اینجا؟ یا فهم سینا بره؟ آقا نمیتونم. بیا مقامات چی که مراقب ده برده استین؟ نفهمیدم. مقامات چی مراقب ده برده استین؟ ما از کمیته زنان ما حکومت نوحیه ای گوسپتال ای امسشو ای مکتب و معارف ای همه سوها هستیم ما در گروه کاری مونده. با کدام خاطر مراقب ده برده استین؟ تقلید به فرهنگ بیگانه. کار در سفر بکنم لباس خونگی ما دماش لباس خاص شما خوب دارن که با دماش لباس مراقبین، باید که با لباسای ملیتسگی باشه. ملیتسگی ما ملیتسان نیستیم، ما کارمند حکومت هستیم. ما دستوره نداریم، ما دستوره نمی‌جوری در سرقانون آمدگیه که سطر ممکن نیست. در مورد 14 قانون او سرقانون در هر ایمیلی چی کار آوردن شد. میدونی که 10 مدل صندوق داره. اینجا در همچون اساس هم میارن. و در زیر ساختار نمو کانستیتوسیا خودش کودکسا میشود، قانونا میشود، سندها و فرمانا میشود. همه چی را در او آوردن ممکن نیست. شما را کی گفته که راگزارا قپل مثال فرمان کیه که قپیده بره؟ دادر شما بگین که قانون که فرمان کیه؟ تنظیم از این همین قانون در اساس نمی رای خصوصی عمل خلقی قبول کرده کن. فرمان کیه است؟ فرمانی سپارشی پروتکلی حکومت جمهور است. قرار رئیس شهر است در اساس این. پیام 2 مرتبه به شعبه وزارت کارهای داخلی سینا رقم 2 تماس گرفت، اما وقت پرسیدیم در کدام اساس 4 بانو را بازداشت کردند، گوش را خاموش کردند. شهرت رحمت الله به پیام گفت که توانسته است با معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی سینا رقم 2 استمزاده مشرف استمی تماس گیرد و با او صحبت کند. بله، هنگامی که خواهرچم را به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا بردند، من زنگ زدم که الکی خواهرچم صدای شقشقی پا می آمد. البته دیگر معلوم بود که به کدام اداره رفته ایستادن و پرسیدم که حالت چی شد، چیکار کردین، چه وقت جواب میتین. گفته است که من در نزد معاونی سرداری همین شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا هستم. نامش استمزاده مشرف استمی گفت که از اونجا صدای شاید همون خودی استمزاده بود که صدایش میبرامد. گفت که با کی داری حرف میزنی؟ اون گفت که اکم است و گوشی را یک صدای خش میامد از تلفنی هوشمند.
و گوشی رو گرفت و گفت کی هستی؟ گفتم من خود رو معرفی کردم، گفتم شورتی رحمت الله هستم، در کدام اساس خواهرچه ما رو بازداشت کردی؟ تو گوشی رو قطع کرد. پس آن دوباره زنگ زدم، گوشی رو نبرداشتن. خیلی نگران شدم، راستی گپ نوشتم پاسخ نداد. دیگر از نگرانی در حدودی 3 یا 4 مرتبه در حدودی 30 ثانیه 3-4 مرتبه پیامی صدایی فرستادم و به همین منوال که چرا شما تلفنی خواهرچه‌ام رو گرفتید؟ چرا شما خواهرچه‌ام رو بازداشت کردید؟ مگر فرمانی پیشوا و حکومت جمهوری و به خصوص که خودشان میگویند فرمانی رئیس شهر است، مگر از ماده سرقانونی جمهوری تاجیکستان بالا می ایستد؟ مگر این فرمان برای خودی زیر ساختارهایش نیست، به خودی همون نماینده های حکومت نیست و همون به آنهایی که مثلا واردی بینای حکومتی می شوند نیست؟ نخود فرمای پیشوایتان تا این حد بالا باشد که سرقانون زیر سوال می ماند. با همین منوال پیامی صدایی فرستادم، دیگر پاسخی نشد و تلاش کردم دوباره زنگ زنم که دیگر پاسخی نیست. پس آن از خودی سامانه همین شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا 2 رقمی نوبتدار می ایستاد که از اونجا شماره رو برشمردم و زنگ زدم. نوبتدار برداشت، خود را گفت کی هستی؟ گفتم خود را معرفی کردم با همون سوال که خواهرچه ما رو بازداشت کرده، در کدام اساس گوشی رو قطع کردن. پس آن باز دوباره زنگ زدم، دیگر گوشی رو نگرفتن. تقریبا از میان 3-4 ساعت گذشت که از تلفن خواهرچه‌ام نوشتار پیامک اومد. الکی من حس کردم که این نوشتار سبک خواهرم نیست و زنگ زدم که مادرم گوشی رو برداشت. گفت بچه جان همش خوب است، یگان کار نکن، رسانه‌ای یگان جا به چیز گپ نزن، ننویس، ما بیانات می نویسیم و ما رو جواب می دهند. گفتم مادر جان این صحبت شما مثل آن است که زیر تهدید فشار این حرف ها را گفته ایستاده اید که از اونجا صدا می آمد و گفتم که گوشی رو بلند کنید لطفاً، من به آنها سوال دارم. مادر جانم گفتن که گپ زن میشنون حرفایت رو. منم شروع کردم به همون سوال هایی که قبلا در پیامی صدایی داده بودم، با همون سوال ها شروع کردم که اون من حالا دقیق گفته نمیدونم که شاید صدای خودی استمزاده بود. اون گشت گفت که زنت رو فلان کنم. از همین قبیل الفاظی قبیح دشنام دیگر نتوانستم با آنها تماس گیرم و بازم پیام فرستادم صدایی که اگر خواهری مرا جواب ندهید همراهی مادرم، من دیگر به تمامی رسانه ها چی داخلی چی بیرونی این قضیه را حتما رسانه‌ای خواهم کرد. دیگر پاسخی هم نشد از اون طرف و دیگر بعد از این قضیه مادرم به خانه رفتند و از خانه به من زنگ زدن و قضیه رو گفتن. خواهرچه‌ام با گریه با صدای گلوگیرش میگفت که مرا همین استمزاده در گردنم به مشت زد و من افتیدم. دیگر کمرم دردمند بود که من خودم به همون دکتر رفته ایستاده بودم. با پیام میسر شد معلوم کند ماشینی که بانوان را دستگیر کرده توسط آن به شعبه انتقال داده اند به یک شهروند عادی تعلق داشته، او را هم مجبور کرده اند به آنها بی پول و از حساب سوزشواری خودش خدمت کند. با سببهای معلوم نام و نسب راننده ذکر نمی شود. از مقامات به مادر نیلوفر زنگ زده گفتند که شناسنامه‌اش را همراهش گرفته به شعبه آید و نیلوفر را گرفته برد. طبق گفته مادر نیلوفر او باید بنابر درد سخت کمرش به بیمارخانه می رفت که در راه بازداشت کرده اند.
در همین حال رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با نشر مکتوب سرکشاده به عنوان وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و سردار شعبه وزارت کارهای داخلی سینا 2 بازداشت نیلوفر رجبووا خواهر روزنامه‌نگار شهرت رحمت الله و دختر محبوس سیاسی رحمت الله رجب را شدیداً محکوم کرده است. زایروف بازداشت رجبووا را به اساس و غیر قانونی نامیده نوشته است: انتخاب پوشیدن لباس حقوق شخصی مشخص است. این از کنستیتوسیون و قانونهای جمهوری تاجیکستان و معیارهای حقوق بین المللی برمی آید. این حقوق شخصی انسان است. با این دختر با نام نیلوفر نسبی رجبووا نگارید. این دختر و مادر او روز شنبه تقریبا ساعت 12 به اساس از جانب کارمندان پلیس ناحیه سینا 2 بازداشت شدند. 5 ساعت در بازداشت داشته شده موافق خواسته‌شان مسخره کردند با بهانه آنکه وی لباس اسلامی پوشیده است. پس معلوم می شود که این خواهر و مادر شهرت رحمت الله است. کارمندان وزارت کارهای داخلی آنها را با تمام امکانات امکانپذیر و تحقیر مبتلا کردند. جناب وزیر، چی در ساختارهای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ولایت قانون همین گونه مقرر شده است؟ اگر شما جناب وزیر بر ضد برادر این دختر دعوا داشته باشید، لطفاً دعوای خود را به برادرش پیشنهاد کنید و آنها برای برادر کلانسال پسر مستقل که عین حال از آنها دور زندگی میکنند جوابگر نیستند و موافق کدام قانونها آنها باید برای دیگران مسئول باشند و در عین زمان آنها با بهانه پوشیدن لباس اسلامی به سبب بازداشت میشوند. این اساس است؟ باز یک بار نگرید، این چهره زیبا و لباس موافق است و انتخاب پوشیدن لباس حقوق شخصی مشخص است. این از کنستیتوسیون و قانونهای جمهوری تاجیکستان و معیارهای حقوقی بین المللی برمی آید. این حقوق شخصی انسان است. ما از زنان تاجیک چی طلب میکنیم؟ تا آنها لباسهای یخیله داشته باشند، در دست لختک بازها لختک شوند؟ پس شخصیت انسان به کجا خواهد رفت؟ حالا نوار مراجعه نیلوفر رجبووا که دسترسی پیام شده است، پارچه از آن را اینجا میگذاریم. هر یک نفری که در بدنش ذره نمی هست و خون در جسمش میدود، این سخنها را شنیده مراقب بدنش میدمد. مرا 2 نفر کشوله کرده و پادوال بردن. همچو خر برین. مالک پوچوهم از کار مونده. مرا لرزم گرفت، راستش خیلی گفته. 15 سوتکا ترا محکم میکنیم، تی خویم تلفن ما دستم زده گرفتن. من گفتم با کدام اساس در کجای قوم نامدگی که شما با زن خیلی رفتار کنید؟ اساس در کجای قوم نامدگی که شما با زن خیلی رفتار کنید؟ که گفتم تو زن نیستی، تو خدا زده ای، تو اخواگری. گرفتم اگه چی پلا نزده ای را دروغ کرده سه سپیکتاکل کرده ستی. گرفتم مرا بردم با پدوال. بعد با ما گفتن که زنکای خوشرو خطو نچیده خیلی پیچوندین، نفساتون نمیگیره، ای چی هفتین لباساتونه؟ اینجا شما دا نه افغانستانه نه ایران، بروین گم شوین افغانستان یا ایران، بعدی خیلی لباساتون پوشین. ویدی شهر ما را ویران کردین. گفته ما اچاد میسپریم که چند نفر کشیدیم سطراشونه، با هم رسید با من ندادن، گفتن که تمام شد. باز کشتم همچو حیوان برده کشوله کرده بردن آوردن. ایس بازپرسی میکنن، ایس بازپرسی میکنن. بعدا وقتی که مادرم اومد 3.5 ساعت دیگه مادر ما بازپرسی کردن. مادرم گفت که جواب تین دیر شد، کودکا در خونن، کودکای کسالن، دخترم در تای باران جلو هوای سرد ایستادگی. گفتن هیت فکری دختر تنکو دختر در پدوال همه حشرش کرده است، همه گفت حشرش کرده است. گرفته در همین بیاناتا امضا مونین، امضا که موندین بعدا جوابتون میتیم. در اون بیانات ماده 305 315 بود. خواهی شمارم اگر مثال مادر وای داشته باشین سستایانی مرا بدونین که ما چخیل شدم. ما با آوازی بلند گفتم کی زد؟ کی زد؟ خدا زده. گفتم کسی زدی؟ گفتم دستکات چی کنه؟ که بعد این دختری من نشان داد، همورا نشان داد. او گفت که من نزدم. ما گفتم تو زده باشی الهی نکم دستکات چی کنه؟ گفتم آوازم محکم شد. حکومتداران خود فروخته
شما کی آشکارا بدون منافقی اعلام میکنید که با دین و دیانت، مسلمانان و مقدساتشان دشمنی دارید؟ فرمان خواجه هایتان را به اجرا میرسانید و به ریشه خود تبر میزنید. وگرنه بیگانه پرستی یعنی چی؟ در کشور دموکراتی شما حکومت فاشیستی ساختنید؟ کشوری که خودش را حقوق بنیاد اعلام کرده است، در داخل شهروندانش مگر خودی و بیگانه دارد؟ مثل این خواهر بانوان با روسری و با عفت و لباسشان تاجیکانه جوابگو به طلبات اسلام اگر بیگانه باشد، خودی های شما کی هایند؟ همین اصول و رفتار مناسبت مگر مناسبت سکند هند ها و تاسرها نیست؟ اگر روسری همین خواهر برایتان بیگانه باشد، این معنای آن را دارد که شما خودتان به تاجیکیت و مسلمانی بیگانه هستید. شما خودتان به قبر گذشتگانتان تف کرده اید. به مقدسات، به فرهنگ و رسم آیین، دین و اجدادتان تف کرده اید. شما ناموس فروخته ها از ننگ و ناموس همین خواهر عبرت گیرید. شمایی که به خاطر یک منصبتان میخواهید دین و دیانت، فرهنگ و تاجیکیتتان را بفروشید، جسارت حمایه فرهنگ اجدادی را از همین خواهر آموزید. ای خانم های بشرفی که برای رنج این خواهر کمک کرده اید و او را به بیگانه پرستی متهم کرده اید، یک بار در پهلوی همین خواهر ایستاده یکی به خودتان و یکی به این خواهر نظر میکردید، میدیدید که چی کسی به تاجیک مسلمان مانند است و چی کسی به بیگانگان. ناواسته از همه تضییق و فشار شما مقدسات خود را این خواهر گرامی می‌دارد. ناواسته از همه شکنجه های روانی شما تا حال نشکسته است و با سیمای تاجیکی خود شما را میشکند. شما به خاطر 4 تنگه میخواهید مادر و خواهر و حتی زنتان را فروشید. از این خواهر مردانگی و چگونه مسلمان بودن و چگونه حفظ کردن فرهنگ تاجیکی را آموزید. از این خواهر شرم و حیا و عفت آموزید. ای مردهایی که با تکیه به یک کرسی شلق کیها تعمیر طلبتان این خواهر و مادران را تأخیر کرده اید، بدانید که شما هم خواهر و مادر و زن و دختر دارید و چرخ فلک گردنده است.